عادتهای بدی که مانع رشد شما میشه. نهادینه کردن برخی از اصول کلیدی مورد نیاز برای پیشرفت‌های بزرگ. ایجاد انگیزه و ترغیب خودتون جهت انجام کارایی که حتی دوست ندارید. و بالاخره کسب نیروی فوق‌العاده تکانش که با اون دیگه غیر قابل توصیف میشید. اسرار پیشرفت آدم‌های موفق. آیا اونا از یه برتری ناعادلانه برخوردارند؟ اگه جواب بله است، پس شما هم میتونید اونا رو به دست بیارید. اگه مصممید که یک زندگی فوق‌العاده داشته باشید، از قدرت فوق‌العاده اثر مرکب برای ایجاد موفقیتی که نیاز دارید استفاده کنید. وقتو از دست ندید، از همین حالا شروع کنید. ما تا پایان شما را همراهی می‌کنیم. هشدار اول: تکنیک‌های کسب موفقیت دیگه راز نیستند، اما اکثر مردم اونا رو نادیده می‌گیرند. آیا فکر می‌کنید به رازهای موفقیت واقفید؟ بقیه هم این تکنیک‌ها رو می‌دونند. در صورتی که استراتژی ارائه شده در این کتاب به خوبی استفاده بشه، درآمدتون، زندگیتون و موفقیتتون دیگه مشابه قبل نخواهد بود. من به این اعتماد قلبی دارم که هیچ چیزی نمیتونه مثل اثر مرکب با گام‌های ساده و استوار شما رو به موفقیت نهایی برسونه. نکته: مهم این نیست که چی یاد میگیری یا از چه استراتژی و یا تاکتیکی کمک میگیری. فقط باید بدونی موفقیت در نتیجه اثر مرکب حاصل میشه. باید بدونید دستیابی به اهداف به شانس ربطی نداره. این یک نوع علمه. مطمئناً آدما با یکدیگر متفاوتند، ولی همیشه قوانین یکسانی از موفقیت به کار میبرند. هر چه بکارید همونو درو میکنید. شما نمیتونید از زندگی چیزی رو به دست بیارید که نمیخواین براش تلاش کنید. اگه عشق و محبت بیشتری میخواین، به دیگران عشق بدهید. وقتی علم موفقیت رو کسب کردین و در اون مهارت پیدا کردید، موفقیتی رو به دست میارید که یک عمر دنبالش بودید. اثر مرکب یک راهنمای عملیاتیه که به شما یاد میده چگونه صاحب سیستم باشید، اونا رو کنترل کنید، در استفاده از اون مهارت پیدا کنید و اونا رو بر حسب خواستتون شکل بدین. به محض انجام این کار دیگه هیچ نیرویی نمیتونه جلوی شما رو در کسب موفقیت بگیره. اثر مرکب، نوشته دارن هاردی، گوینده محبوبه آقاجانی، کاری از گروه کامپیوتر پانتئا.